علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله عز و جل نهی میکرد از ازدواج کردن با زنان مشرکه. پس هر کسی که با زن مشرکه میدونه که نفر شرکیات انجام میدهد، قبر پرست است و از این شخص معلومات دارد، کفر و شرکش آشکار و ظاهر است، با این ازدواج میکند، مرتکب عمل حرام شده است و این نکاحش باطل است، فاسد است و با او خانه‌داری میکند. پس بداند که مرتکب عملی زنا و حرام شده است. در الله عز و جل نهی میکند و نهی دارد بر تحریم میکند و میفرماید که ولا تنکحوا المشرکات. الله عز و جل نهی میکرد که با زنان مشرکه شما نکاح نکنید و همچنین الله عز و جل با زنان موحده الله عز و جل و مؤمنه نهی میکرد که شما با مردهای مشرک هم ازدواج نکنید، با مردهای مشرک هم ازدواج نکنید. بله، و کسی که اگر این عمل انجام داد به خاطر پولداریش، به خاطر زیباییش، با همین کار انجام داده، پس بداند که این نفر مرتکب عمل حرام شدگی است و نکاحش باطل است. وقتی که نکاح باطل باشد، پس یعنی که این نفر وقتی که با او زن است مرتکب عمل زنا می شود، هر عملی که انجام میدهد. نسأل الله السلامت و العافیه. الا مگر اینکه اون شخص توبه بکند، استغفار بکند و توبه بکند و از این کفریات و شرکیاتش باز بایستد، در وقت میتونه که با اون نفر ازدواج بکند. بله، یا اینکه یک نفر میتونه که همین گناه است در هنگامی او را خواستگاری کردن و نکاح کردن، اسلام میارد، ایمان میآورد و از او تمام چیزاش و از تمام کفریات و شرکیاتش توبه میکرد، باز میگردد. پس در وقت میتونه که با این نفر ازدواج بکند و الا در غیر این صورت جایز نیست. بارک الله فیکم.